به این نقشه نگاه کنید. این نقشه هزاران حمله‌ای رو نشون میده که دقیقاً توی مرز لبنان با اسرائیل اتفاق افتاده، فقط در طول سال گذشته و در نبرد بین اسرائیل و یکی از بزرگترین گروه‌های منطقه یعنی حزب الله. حزب الله یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح جهانه که جزء ارتش ملی یک کشور نیست. اونها ده‌ها هزار سرباز آموزش دیده دارن و صدها هزار موشک و راکت که میتونن به هر هدفی در سرتاسر اسرائیل برسن. همین تهدیدات باعث میشه اسرائیل مجموعه عظیم از حملات علیه حزب الله انجام بده. این انفجار بزرگی که میبینید نزدیک فرودگاه بین‌المللی بیروت اتفاق افتاد که در اون تقریباً تمام رهبران ارشد حزب الله کشته شدن و حزب الله به شدت تضعیف شد. و پس از اون نیروهای اسرائیلی وارد لبنان شدن تا این گروه رو بیشتر تحت فشار قرار بدن. این یک اتفاق بزرگ بود که حالا به سرتاسر منطقه سرایت کرده. برای درک اینکه چگونه به اینجا رسیدیم باید بدونیم که حزب الله چگونه شکل گرفت و علت این مبارزات سخت 40 ساله این گروه چیه و چه چیزی درباره شکل‌گیری خاورمیانه مدرن و فروپاشی فعلی اون به ما میگه. داستان حزب الله از زمانی شروع میشه که امپراتوری عظیم عثمانی توی اوایل دهه 1900 فرو پاشید. اروپایی ها وارد شدن و این سرزمین ها رو بین خودشون تقسیم کرد که فرانسه این منطقه رو برداشت. اما بعدش یه خط مرزی اینجا کشید تا این منطقه کوچک کوهستانی رو جدا کنه. منطقه‌ای که عمدتاً جمعیتش از مسیحیان مارونی تشکیل شده بود. اما این مرز فقط شامل مسیحیان نمیشد. فرانسوی‌ها عمدن این منطقه شرقی و این منطقه جنوبی رو هم وارد مرز کردند. مناطقی که جمعیت زیادی از مسلمانان شیعه اونجا زندگی می‌کردند که حالا ناچار بودن در کنار چند گروه مذهبی دیگه در این کشور جدید زندگی کنند. در شرایطی که در مقابل مسیحیان اونجا جزء اقلیت محسوب می‌شدن. ما قراره روی این بخش پایین‌تر تمرکز کنیم، یعنی قلب منطقه شیعه نشین، منطقه‌ای که در نهایت به یکی از مهمترین مناطق تو کل خاورمیانه تبدیل شد. تو سال 1943 لبنان استقلال خودش را از فرانسه به دست آورد و یک قانون اساسی تدوین کرد که هدفش ایجاد تعادل و قدرت بین همه این گروه‌های مذهبی بود. اما این تعادل دوام چندانی نداشت، عمدتاً به خاطر اتفاقاتی که این پایین نقشه شروع شد، جایی که مرزهای جدیدی در خاورمیانه ترسیم می‌شدند. بریتانیا این منطقه رو تحت کنترل داشت، اما در سال 1948 اونجا رو ترک کرد و سازمان ملل کمک کرد تا این مرزهای جدید ترسیم بشن و یک کشور اسرائیل و یک کشور فلسطینی جدید ایجاد بشن. ده‌ها جنگ باعث شد میلیون‌ها فلسطینی از سرزمینشون رانده بشن که خیلی هاشون سر از لبنان در آوردن. این فلسطینی ها هم عمدتاً مسلمانان سنی بودن. پس این اتفاق تعادل قدرتی رو که با دقت توی لبنان چیده شده بود رو به هم زد و بیشتر باعث به حاشیه رانده شدن مسلمانان شیعه‌ای شد که برای جایگاه خودشون در کشور داشتن می‌جنگیدن. سپس در سال 1971 یک گروه شبه نظامی مسلح متشکل از فلسطینی‌ها به لبنان منتقل شد به نام سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO و اونها کل این منطقه رو که باز هم عمدتاً شیعه نشین بود به یه دولت کوچک خودمختار تبدیل کردن. در این زمان می‌بینیم که لبنان داره وارد مرحله جدیدی از تقسیم بندی و تفرقه میشه بین گروه‌های شبه نظامی مختلف و قدرت‌هایی که هر کدوم بخشی از کشور رو کنترل می‌کنن. در اواسط دهه 70 میلادی همه چیز به یه جنگ داخلی تمام عیار تبدیل میشه. بین تعداد بسیاری زیادی از گروه‌های مذهبی مختلف این جنگ بخش زیادی از خاورمیانه رو هم وارد خودش میکنه. این جنگ منطقه بسیار کلیدی در اینجا داشت، یعنی در منطقه مرزی بین اسرائیل و لبنان، جایی که به زودی حزب الله در اون ظهور خواهد کرد. حالا بیایید درباره سوریه صحبت کنیم. سوریه درست همین نزدیکی قرار داره و داره این جنگ داخلی رو از نزدیک تماشا میکنه و تصمیم میگیره که وارد لبنان بشه تا از طبقه حاکم مسیحی مارونی حمایت کنه که به متحدان سوریه تبدیل شده بودن. اونا می‌خواستن با این کار جلوی سرایت جنگ داخلی به خاک کشور خودشون رو بگیرن. در این مقطع سوریه حتی به این فکر میکنه که کل کشور لبنان رو به خاک خودش زن میکنه.
و اون رو بخشی از سوریه کنه. اما در نهایت روابط بین سوریه و مسیحیان مارونی به هم میخوره، ولی سوریه همچنان به اشغال این بخش از کشور ادامه میده. در همین حال در جنوب اسرائیل نگران قدرتمند شدن بیش از حد سوریه است. از طرفی اسرائیل میخواد سازمان آزادبخش فلسطین رو نابود کنه، چون همواره تلاش‌هایی رو با این سازمان داشت و بینشون درگیری. بنابراین تو سال 1978 اسرائیل وارد میدون میشه و از جنوب حمله کرد تا عمق خاک لبنان پیش رفت. اسرائیل تونست به طور موقت سازمان آزادی بخش فلسطین رو سرکوب کنه، اما توی این روند صدها هزار نفر از ساکنان محلی رو آواره میکنه که اکثر اونها مسلمانان شیعه بودن. در نهایت اسرائیل بعد از صدور یک قطعنامه سازمان ملل عقب نشینی میکنه، اما مجدد بعد از درگیری دوباره با سازمان آزادی بخش فلسطین تو سال 1982 باز هم به لبنان حمله میکنه. این بار تا بیروت پیش میره و همزمان با سازمان آزادی بخش فلسطین و سوریه میجنگه و اینجاست که این درگیری وارد مرحله کاملا جدید میشه. سال 1979 توی ایران مردم علیه شاه که مورد حمایت آمریکا بود قیام میکنن. در نهایت یک روحانی شیعه رهبری کشور رو به عهده میگیره، رهبری که میخواست این انقلاب رو در سرتاسر منطقه گسترش بده و به دنبال متحدانی میگرده. تو سال 1982 متحدی کاملا مناسب رو در جنوب لبنان پیدا میکنه. این متحد یک گروه شبه نظامیه که برای دفاع از سرزمین خود در برابر بیگانگان شکل گرفته. نامش حزب الله به معنی حزب خدا. ایران این گروه رو به طور خاص انتخاب میکنه چون هم اهداف مشترکی با انقلابش داشت و هم بی‌اعتمادی و دشمنی عمیقی با اسرائیل. ایران شروع به تامین منابع مالی، سلاح، نیرو، آموزش نظامی و رهبری برای حزب الله میکنه. در مقابل هم حزب الله وفاداری خودش رو به انقلاب اسلامی ایران و رهبرش اعلام میکنه. اون چه به عنوان جنگ داخلی لبنان آغاز شده بود، حالا به جنگ منطقه‌ای تبدیل شده که رو به شدت گرفتن وخامته. در نتیجه ایالات متحده وارد این ماجرا میشه و رهبری یک مأموریت بین‌المللی رو برای حفظ صلح و کاهش تنش‌ها به عهده میگیره. اما طبیعتا حزب الله ایران از این موضوع متنفرن. حالا اونا دو هدف اصلی تو نزدیکی خودشون میبینن: اسرائیل و قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا. تو سال 1983 مجموعه از حملات تروریستی اتفاق میفته، از جمله اینکه یک کامیون بمب‌گذاری شده مقابل پادگان نیروهای آمریکایی و فرانسوی تو بیروت منفجر میشه و بیش از 300 نفر کشته میشن. اکثر کشورهای جهان نه تنها حزب الله بلکه ایران رو هم مقصر میدونن. این درگیری‌ها تا سال 1989 ادامه پیدا میکنه تا اینکه گروه‌های مخالف درگیر در جنگ داخلی به توافق صلح میرسن. توافقی که بر اساس اون همه گروه‌های شبه نظامی منحل شده و سلاحشون رو باید به دولت تحویل بدن. اما یه نکته مهم اینجا وجود داره: اسرائیل همچنان منطقه‌ای در جنوب لبنان رو اشغال کرده که اون رو منطقه حائل امنیتی مینامن. پس توافق صلح یک استثنا داره، به طور خاص برای فعالیت‌هایی که با اشغال اسرائیل مقابله می‌کنن. یعنی اجازه میده حزب الله همچنان به فعالیت خودش ادامه بده و این گروه رو به چیزی فراتر از یک شبه نظامی معمولی تبدیل می‌کنه. این موضوع به حزب الله نوعی جایگاه رسمی میده تا همچنان به عنوان مدافع جنوب لبنان عمل کنه، به عنوان سپر دفاعی کشور در برابر اسرائیل. اونا همچنین به یه حزب سیاسی تبدیل میشن که کرسیایی در مجلس لبنان به دست میاره و به نوعی به عنوان یه دولت موازی عمل میکنن که در مناطق تحت کنترل خودش خدمات اجتماعی ارائه میده. خب بیایید نگاهی بندازیم به وضعیت حزب الله. انگیزه اصلی این گروه دفاع از مناطق شیعه نشینه، همچنین تلاش برای افزایش نفوذ تو منطقه. در عین حال پاسخگویی به خواستهای حامی اصلیش یعنی ایران رو بر عهده داره. تو سال 2005 نخست وزیر لبنان ترور میشه و بیشتر لبنانی‌ها حزب الله همچنین حامی خارجیش سوریه رو مقصر میدونن. مردم لبنان دست به اعتراضات گسترده میزنن و سوریه سرانجام نیروی خودش رو که 28 سال لبنان رو اشغال کرده بودن خارج میکنه. اعتبار حزب الله خدشه‌دار میشه چون مشروعیتش قرار بوده از مداخله با دخالت خارجی نشأت بگیره و اکنون روشن شده که به مهره‌ای در بازی ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه تبدیل شده، یعنی سوریه و ایران.
اما این گروه میتونه خروج سوریه رو به نفع خودش تبدیل کنه. اشغال سوریه لبنان رو تا حدی باثبات نگه داشته بود، پس به محض خروج یک خلأ قدرت ایجاد میشه و این امکان رو به حزب الله میده که مناطق بیشتری رو تحت کنترل خودش بگیره و عملیات مرزی علیه اسرائیل رو شدت بده که منجر به جنگ کوتاه مدت دیگه‌ای با ارتش اسرائیل میشه. حزب الله همچنین به عنوان نیروی نیابتی مفیدی برای ایران باقی میموند و ایران به تامین مالی و تسلیحاتی اون ادامه میده و تا سال 2011 ایران و سوریه حزب الله رو وارد یک درگیری دیگه‌ای میکنن، یعنی جنگ داخلی سوریه. اما این موضوع به اعتبار حزب الله آسیب میزنه. اکنون اونهایی که به جای رژیمی خشن و مورد حمایت ایران یعنی رژیم سوریه میجنگن و خواستهای قدرت خارجی رو اجرا میکنن، آخرین علت مشروعیتشون همچنان مقاومت در برابر اسرائیله. تاریخ 7 اکتبر وقتی حماس و اسرائیل وارد جنگ جدیدی میشن، حزب الله هم وارد ماجرا میشه و حملاتی را از مرز جنوبی لبنان انجام میده. این حملات در حمایت از حماس در نوار غزه انجام شد و برای تهدید اسرائیل به جنگی در دو جبهه. در ابتدا به نظر می رسید که موفقیت آمیز بوده. ده‌ها هزار اسرائیلی مجبور به تخلیه شهرها و روستاهای شمال اسرائیل شدند. اسرائیل هم شروع به تلافی از اون سوی مرز میکنه. باعث آوارگی 90,000 نفر از ساکنان جنوب لبنان میشه. در ادامه بالا گرفتن این درگیری‌ها، ایران هم برای اولین بار حمله مستقیم از خاک خودش به اسرائیل انجام میده تا شاید اسرائیل رو از ادامه حملات منصرف کنه. اما این کارساز نبود. توی سپتامبر 2024 اسرائیل سطح درگیری رو بالا میبره و با مجموعه از حملات حزب الله رو غافلگیر میکنه و بخش بزرگی از رهبرای ارشد این گروه رو تهیه عملیاتی میکشه. چند روز بعد اسرائیل با هدف تضعیف بیشتر حزب الله و امن کردن شمال کشورش نیروهای زمینی خودش را هم از مرز عبور میده. حالا حزب الله در وضعیتی بسیار آشفته قرار داره. حتی اگر حزب الله در نهایت خودش رو بازسازی کنه، مشخص نیست تو آینده چه نقشی در شبکه نیابتی ایران ایفا خواهد کرد. اما چیزی که مشخصه اینه که درگیری میان این دو قدرت خاورمیانه‌ای همچنان نیروی اصلی توی هدایت منطقه به سمت خشونت بیشتره و این اتفاق اخیر به روشنی نشون میده که حزب الله تنها یکی از سربازای این درگیری رو به گسترش میان این دو قدرت بوده.